مسکن از کجا میفهمه کجامون درد میکنه؟ خب واقعیتش اینه که اصلا نمیفهمه. درد یه پیام رسان بدقلقه. هر جا بدن آسیب ببینه یه سری عصب مخصوص سریع به مغز پیام میدن که ببین اینجا یه مشکلی داریم. حالا مسکن ها چطور وارد بازی میشن؟ مسکن ها فقط مسیر انتقال درد رو مختل میکنن. هر کدومشون هم روش خاص خودشون رو دارن. مسکن های ضد التهابی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک. اینا اول مشکل رو ریشه یابی میکنن. این مسکن ها میرن و آنزیمی که موجب التهاب و درد میشه رو از کار میندازن و در نتیجه التهاب میخوابه و سیگنال درد ضعیف‌تر میشه. این مسکن ها بیشتر برای دردهای التهابی مثل بعضی از انواع سردرد و دندان درد مناسب هستند. مسکن های اوپیویدی مثل مورفین، ترامادول و کدئین. اینا سنگین وزنای دنیای مسکن ها هستند. کاری به محل درد ندارن. مستقیم به گیرنده های مخصوص درد تو مغز و نخاع قفل میشن و باعث اختلال در مسیر انتقال درد و کاهش درک و پاسخ به درد میشن و به طور غیر مستقیم بر احساسات و حس رضایت تأثیر میذارن. این دسته برای دردهای شدید مثل جراحی های عمیق و شکستگی ها تجویز میشن. مسکن های موضعی. این دسته همونایی هستن که خودت میمالیشون به محل درد. اینا اثرشون رو مستقیم اعمال میکنن. این مسکن ها هم یا ضد التهابن مثل ژل دیکلوفناک، یا بی‌حس کننده عصبی ان مثل لیدوکائین و یا خاموش کننده دردن مثل کپسایسین. البته بعضی از داروها هم هستن که تمام این ویژگی ها رو با هم دارن، مثل محصولات برند کنورت که ماده مؤثره CBD دارن. تنظیم کننده های درد عصبی مثل گاباپنتین و پرگابالین. اینا با دستکاری های شیمیایی اساساً جلوی شلیک پیام درد توسط نورون ها رو میگیرن و نویزهای عصبی رو کاهش میدن. این دسته برای دردهایی که منشأ عصبی دارن تجویز میشن، مثل دردهای ناشی از دیسک کمر یا درد ناشی از زنا. راستی یه داروی دیگه هم هست که جزو دسته های قبلی نیست اما جزو مسکن ها محسوب میشه، استامینوفن، که دقیقاً مشخص نیست چطوری درد رو آروم میکنه، ولی گفته میشه از طریق تاثیر روی سری مسیرهای عصبی اثر مسکنی داره. اگه میخوای بیشتر راجع به داروها و سلامت بدن بدونی حتما ما رو فالو کن. مسکن از کجا میفهمه کجامون درد میکنه؟ خب واقعیتش اینه که اصلا نمیفهمه. درد یه پیام رسان بدقلقه. هر جا بدن آسیب ببینه یه سری عصب مخصوص سریع به مغز پیام میدن که ببین اینجا یه مشکلی داریم. حالا مسکن ها چطور وارد بازی میشن؟ مسکن ها فقط مسیر انتقال درد رو مختل میکنن. هر کدومشون هم روش خاص خودشون رو دارن. مسکن های ضد التهابی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک. اینا اول مشکل رو ریشه یابی میکنن. این مسکن ها میرن و آنزیمی که موجب التهاب و درد میشه رو از کار میندازن و در نتیجه التهاب میخوابه و سیگنال درد ضعیف‌تر میشه. این مسکن ها بیشتر برای دردهای التهابی مثل بعضی از انواع سردرد و دندان درد مناسب هستند. مسکن های اوپیویدی مثل مورفین، ترامادول و کدئین. اینا سنگین وزنای دنیای مسکن ها هستند. کاری به محل درد ندارن. مستقیم به گیرنده های مخصوص درد تو مغز و نخاع قفل میشن و باعث اختلال در مسیر انتقال درد و کاهش درک و پاسخ به درد میشن و به طور غیر مستقیم